نفر چی ساختن؟ گوگل تاجیکی ساختن. مثلا من یک نفری بیگانه چرا من از گوگل شما استفاده کنم؟ چرا؟ برای چی ما هم چه یک ملتی تمدن آفر با فرهنگ باید از مالی مردم استفاده با تو که شما از گوگل چی فرق داره؟ گوگل خیلی میلیارد دلار صرفه کرده، چی قدر سالها رو صرفه کرده، شما چی فرق داره در گوگل؟ فرق شود که در این شخص شود و دیگر نه. گپ در همین است که ما البته ما در مرحله نخست قرار داریم. اگر ما مثل گوگل در طول 30 سال فعالیت میکنیم، البته شاید که ما از گوگل میگذشتیم. مردم عادت کنندن خیلی دشوار است. که به هر حال خیلی برای ما اطلاع داد که در تاجیکستان 800,000 بیوزن است و نرخ آنها از $10 ارزش، یعنی کمتر ارزش دارد. این معلومات آنها جمع کردن از همون سیستم های جستاری که درخواست میکنن و بسیار پرسپورس میشه و ای همونجا یعنی به خودشون یک منابع رو دریافت کرده گرفتن. خوبیش این است که همین قدر اگر همین سیستم فعال شود جاری شد، یک زمینه خوبی هست که ما در روی زمینه میتونیم رقمی شهرمون بسازیم. مثلا دیمیل بسازیم، پوچتای الکترونی تاجیکی را بسازیم، مثل این جیمیل است، ای ما 12 میل میشه. یک چیز من میکنیم باز یک چیز بدیم. بله، الترناتیو نمیتونیم یک چیز نداده یک چیز من میکنیم. برای چی ما باید مالی خدمات در گوگل و در بازار بیگانه سودا کنیم؟ درست است، اما زمانی که میشود که همه اونها رو قطع میکنن، پس چیکار باید کرد؟ امروز تاجیکستان زیاده از 10 میلیون اهالی دارد. اگر مثلا در سیستم جستاری گوگل ما هر چی را درخواست نکنیم، سر اول برده در امریکا در خزینه اونها جای میکنند، بعد میاره با ما میتیان. یعنی اونها پیش از ما آگاه هستند که چی گپ خبر است در تاجیکستان. شما از این پول کار میکنید یا نه؟ عین حال نه. بسیار امروز میگن که ما چی دستگیری کنیم. دستگیری شما هم که شما استفاده برین، رایگان است، استفاده برین برای نفوذ ملت، برای پیشای ما تبلیغ نمیکنیم و تبلیغ خیلی کمه. اگر تبلیغ کم کردیم کوشش میکنیم که این مبلغش رو در هر جایی که در جامعه، مثلا مکتب ها، یتیمخانه ها و قدور و حاجت خانه، هر چی که از کوشش میکنیم در همون جا رای شود. خب به هر حال ما سیلکش رو در پایان میمونیم. در اومده ببینید، توانید دستگیری کنید و نتوانید نشزنی نکنید، چون که یک شیاری ما از گاه هرچی در اومدیم در خط خیلی بدن مردم طبعش نازک است، نمیشود قانع کرد. شما حضور اگر که ساده کرده از پهلو نگاه کنیم، شما ما رو میگید که ما یک ماشین ساختیم تمام، این مرسدس و BMW های خود رو پرتوید، بیاید این ماشین ما رو شینید. اما ما نمیتونیم مجبور شون کنیم یا ببینیم که چگونه است و شما، چون که گوگل و دیگر چیزها اینها جوانی هستند که در یک ثانیه و در یک لحظه و برای ما هر چی را پیشنهاد میکنند. شما با گوگل رقابت هستید، نشود که با گوگل یگان بلاکی تا نکنند و از این بازار بیرون تا نکنند. نشود، احتمال هست که احتمال هست، اما فقط در چارچوبه برنامه خود. هر چیزی که با فایده این دو باشد ما دائما پایه هستیم. با شما برای ریکارد سخن سربلند سلام علیکم.